سفارت تاجیکستان در روسیه اطلاع نشر شده در برخی رسانه‌های روسی درباره هلاک و مجروح شدن مهاجران تاجیک در سوختور روز 13 نوامبر در نوحه سولنژنگورسک ولایت مسکو را نشر کرد. سفارت تاجیکستان از مقامات تفتیشاتی نوحه سولنژنگورسک بیان کرد که هلاک شدگان شهروندان جمهوری تاجیکستان نیستند. گفته میشد در اظهارات سفارت بر اثر سوختور در کوچه پریبریژنیای شهر سولنژنگورسک 4 نفر به هلاکت رسیده، 2 نفر دیگر مجروح شدند. خبرنگار امکا خبر داد که سوختور ساعت 10 در خوابگاه کارگران ساختمان یک انشاءات اهمیت فدرالی آغاز یافته. همه قربانیان هم 4 کارگر هلاک شده و هم 2 نفر مجروح مهاجران کاری از تاجیکستان بودند که بعد بازگشت از بست کار در قبت دوم خوابگاه استراحت میکردند. بعد رسانه‌های دیگر روسیه خبر دادند که در سوختور سولنژنگورسک شهروندان ازبکستان جان باختند. بنا به فرضیه مقدماتی سبب سوختور احتمالاً گنراتور گرمی دهنده شده است که کارگران در قبت یکم بنا در حالت فروزان مانده رفتند. به اطلاع امکا کارگران در روی آن لباسهای خود را خشک میکردند.